سلام و درود خدمت تمامی همراهان همیشگی کانال آموزش سیتی. امروز با یه آموزش و ترفند خفن دیگه همراه شما هستیم عزیزان. خب امروز میخوایم با این آموزش بدیم که چطور حتما شما براتون پیش اومده که یک پیغامی رو برای توی واتساپ برای نفر ارسال کردید و حالا پشیمون شدید و نخواستید پیغام ارسال بشه و وقتی که حذف کنید پیغام رو این قسم این برای شما نمایش داده میشه و این طرف مقام میتونه پیغام رو ببینه. برای رفع این مشکل که پیغام ها پاک بشن به طور دائم روی این بالا کلیک میکنید و روی پیغام های مدت دار کلیک میکنید. در این قسمت اول از همه اولین بار که وارد این قسمت این پیغام های مدت دار برای شما خاموشه و شما اون رو روی 24 ساعت قرار میدین و تمام. خودش نوشته 24 ساعت پیغام های مدت دار 24 ساعت. با انجام این کار بعد از 24 ساعت همه پیغام ها به طور خودکار حذف میشن و هیچ پیغامی نه برای طرف مقابل و نه برای شما باقی نمیمونه. تا ویدیو دیگر بدرود.